سلام دوستای عزیز. همین که میگن شمال ایران بهشت روی دنیا واقعا همونطوره. ما امروز آمدیم منطقه لاهور مازندران، منطقه بسیار سرسبز، خوش آب و هوا، دارای جنگلات طبیعی، آب و هوای کاملا فرش تازه. یعنی دیگه واقعا جای توصیف نمیمونه که آدم میگه. نگاه کن این تا قسمت های تهران را کلن جنگل. مازندران، بابل، مازندران، لپور، بهشت دنیا. دقیقا همون رقم است. ما اولین بار که اینجا میاییم. یا واقعا توصیفش را وقت شنیده بودم به نام شمال ایران، ولی حالی که از نزدیک آمدم واقعا جای بی‌نظیریه. خیلی این فقط یک قسمت کوچیکش اینجا. آره یعنی دیگه کلا جاهایش بری از اینجا بهتره. آره. اون فراری آب اونجا بری اصلا بگی تمام دنیا بهشت اینجا آمده. کلا سمت شمال ایران هر نقطهش یک جای بسیار زیبا و تفریحیه. یعنی کلا دل طبیعت دیگه. آره جنگل های طبیعی، آب و هوای تازه، کاملا پاک، آب و هوای بسیار زیبا. درجه حرارت هم امروز شاید 25-20 درجه. خیلی خوبه.